آنچه گذشت. قصد دارم با بیلی کیمبر کار کنم. اینجا کسی به اسم شلبی هست؟ حوزه فعالیتمو به پیست مسابقات توسعه میدم. کار کردن با شما باعث افتخار من خواهد بود آقای کیمبر. کسی با من کار نمیکنه. مردم برای من کار میکنن. یعنی تو آدم خوبی هستی و یه سرباز خوب. بله سرگروه. فردی صدر لیست سیاه من. خب خطش ایوان بیروتری به این شهر بر نمیگه. ما هیچ جا نمیریم آیدا، همینجا میمونیم و ازدواج میکنیم. Baby, I'm not afraid of Tommy. من از توماس شلبی نمیتونم. توماس اگه اون تفنگا رو به کسی بفروشی سرت میره بالگدار. بسر چه جایی پلیس پیداش کن. نه. حالا توماس شلبی آغاز، میان و پایان مأموریت تو. چی کار باید بکنم؟ باید هر کاری بکنی تا بهش نزدیک بشی. یه لباس قشنگ بخواد. میخوام ببرمت مسابقه. بهتون اختیار میدم. قلبتون رو میشه. قبلا شکسته. از در رو کنار. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. یه بطری بده با 3 تا لیوان. Scotch or Irish? آرش. تصمیم گرفتم به مسابقات نیام. مگه اینکه 2 پوند و 10 شیلینگ بابت لباس بهم بده. تا حالا 3 پوند بهت دادم؟ واسه کت شلوار خودت چقدر پول دادی؟ من که واسه لباس پول نمیدم. لباس ها مجانی هن. وگرنه لباس فروشی آتیش میگیره. پس میخوای شبیه گل فروشا باشه؟ مهم نیست من چی میخوام. لباس واسه من نمیپوشی. نقاب داران رسانه اینترنتی زرفیلم با افتخار تقدیم می کند. You'll forgive me, Mr. Shelby, if I indulge a little. Please. It takes a lot for a man from Sparkbrook to step inside this pub. Anyone with money and good intentions is welcome in the garrison. خب گفتیم کارم داریم. موضوع مهمی آقای شلبی. مسئله اینه که کی چی میدونه. راجع به کارخونه پایین جاده است تو BSA. میدونید که اغلب رنگ فروشی های اونجا ایرلندی هن. توی یه همچین جایی شایعه زود پخش میشه. شایعه درباره سرقت. سرقت چی؟ سلاح آقای شلبی. تعداد زیادی سلاح. And what business is that of mine? خوب که فکر میکنم میبینم نمیشه حرف بچه های شیفت شب و نشنده گرفت. میگن از برانداز اسلحه سازی خبر رسیده که دزدی کار نقاب داره بوده. کارگرها حتما خواب دیدن. آره شایدم نه. اومدیم بهتون بگیم آقای شلبی که اگه از جای اون سلاح خبر دارید ما حاضریم پول خیلی خوبی بابتش بدیم. یعنی پولم داری؟ ما از کافه ها پول جمع کردیم. از طرف کی اومدی؟ مردم ایرلند. ارتش جمهوری خواه ایرلند. راست میگی؟ معلومه که راست میگه. ببینم فکر کردی شوخی میکنه. اگه من خندیدم
Oh, Father, why are you so sad on this bright Easter morn? مگوایر میشه خفه شی. When Irishmen are proud and glad of the land where they were born. مگوایر چرندگ اومدیم 2 کلمه حرف حساب بزنیم. I see sad memories of you of far off distant days when being just a boy like you I joined the IRA. آفرین. خیلی خوب بچه، اگه خبری شد شما رو در جریان است. I long to see the boys in the old IRA. فکر میکردم فقط شنبه ها میشه آواز خوند. این کوفتی انسان شناسه، بهت میگه کی واقعیه کی نیست. حالا هموطنای من چی میخواسته؟ آدمای مهمی نبودن، مدام تو بار بلک سوان خیابان اسپارک بوک میلونن، از شورشی بودن فقط آهنگش رو یاد گرفتن. دلت براشون میسوزه؟ من دلم برای هیچ کس نمیسوزه. لهجهشون خیلی غلیظ بود، عجیبه که میفهمیدی چی میگن. میشه دفعه بعد برات ترجمه کنم؟ میخوای برام کار کنی؟ همین الانم دارم میکنم. پس میای به مسابقات. 2 پوند و 10 شیلینگ. 10 شیلینگ. یه لباس قرمز بخر. باید به دستمالش بیای. دستمال کی؟ تمام محل با این لباس دویدم. دیوونه شده. Mad as hell with all of them. I love you too. The more they try. هرچی بیشتر جلومونو بگیرن دیوونه تر میشه. بیا شاهزاده خانم، کشیش منتظر. صبر کن. چطور شدم؟ مثل فرشته. ماکس از بلک سوان چی میدونه؟ طبق گزارش عامل نفوذین محل تجمع افراد ارتش ایرلند فقط یه مش ملوانن که مس میکنن و میزنن زیر آواز. ارتش ایرلند نزدیکشون هم نمیشه. و چرا 2 نفرشون میخواستن اسلحه بخرن؟ اسمشون رو میدونی؟ دختره باید همه کارا رو خودش بکنه؟ دختر قربان؟ یک مأمور زن از دار و دسته شما مردا با عرض تره. ما افسرهای معمولی پلیس هستیم قربان، نه جاسوس. فقط بعد از وقوع جرم میتونیم وارد عمل بشیم. شاید بهتر باشه چند نفر رو بفرستیم بلک سوان تحقیق کنن. میخوای فراریشون بدی؟ تاکتیک خوبی نیست گروه بار. من این تاکتیک ها رو از تجربم تو فرانسه یاد گرفتم. اغلب دار و دسته منم تو جنگ فرانسه خدمت کردن قربان. من هر روز به کشورم خدمت میکنم. مرخصید گروه بام.
مادر پدر زن. دوست هم داری آره؟ تو چه هستی؟ پلیسی؟ هی عوضی! قبلا دیدمت تا پیش خدمت گرمسانی. بیا ببینم به نام دولت مستقل ایرلند میبرمت برای بازجویی. حالت خوبه؟ مسلحی؟ نه. پس بهت میگم آیدا و فردی امروز ازدواج کردن. از دستورت سرپیچی کردن. از شهر نرفتن. درستش میکنم. توماس درستش میکنم. الان کجا؟ رفقای فریدی بهشون پناه دادن. برای چی میخوای بدونی؟ میخوام براشون گل بفرستم. خودت چی فکر میکنی؟ اگه بمونن خیلی بد میشه. قول دادم فریدی رو از شهر خارج کنم. به کی قول دادی؟ به پلیس قول دادم فردی دیگه بر نمیگرده. طبق قرارمون. کدوم قرار؟ پس رأی خانواده چی شد؟ جلساتی که گذاشتی؟ اگه جریان آیدا و فردی رو بسپاری به من، به آرامش تمومش میکنم. تو به اندازه کافی جنگ دیدی. فردی رو از شهر خارج کن پال، وگرنه خودم ترتیبشون میدم. قربانی قبلش تو بلک سوان مشروب خورده بوده قربان. همون جایی که به هم گفتید. همسایه ها خانم جوانی رو دیدن که از اون خیابون خارج می شده. یه خانم قربان. شاید مربوط باشه. به چی مربوط باشه قربان؟ گفتی جاسوستون یه زن قربان. فکر کردم شاید روش کارتون عوض شد. حمله به قصد کشت. همون کاری که تو بلفاست کردید. جمهوری خواه با هم اختلاف دارن. کار یکی از افراد خودشونه. مرخصید قربان؟ در ضمن اونا جاسوس نیستن. اونا مأمورن. مأمور درسته قربان.
سخنرانی بدی نبود. آره. این اینجا چی کار میکنه؟ 200 پوند فردی. برای چی؟ برای ما. برای یه ماه عسل همیشگی. از کجا آوردیش؟ ثروت خانوادگی. از بیوه زنا و کارگرای بیچاره. منطقی باش فردی. تامی حاضر نیست کوتا بیاد. تو این اوضاع داشتن کمونیست تو خانواده واسه کاسبی خوب نیست. باید از این شهر برید. فکر کردی از پس تامی شلبی بر نمیام؟ نمیتونی. این روزا منم به سختی از پسش برمیام. تازه از تو خیلی مرتره. یه سر رفتم شهر. دفتر کیونارد. 2 تا بلیت براتون گرفتم برای کشتی بعدی از لیورپول به نیویورک. آمریکا فردی. اونا قبلا انقلابشونو کردن، زحمتت کم میشه. خانما میشه حداقل بذارید راجبش فکر کنم. به چه ربطی نداشت. مشاهده و گزارش وظیفه تو همینه. میخواستم محل زندگیشون رو شناسایی کنم. بهت گفته بودم نزار گذشته شخصی رو قضاوت تأثیر بذاره. تو رفتی دنباله چون جمهوری خواه. رفتم دنبالش چون فکر میکردم شاید اطلاعاتی داشته باشه. طبق قوانین باید به سرعت از گریسون لین خارجت کنم. نه، فردا میرم چلتنهام. خیلی خودتو درگیر کردی. این یه عملیات نظامیه. خودت گفتی. دارم کارم رو انجام میدم. رئیس، مرگ اون جمهوری خواه برای من مهم نیست، ولی سلامتی تو هست. آدم کشتن روی قلب تأثیر میذاره و قلب من. میدونم شما به خاطر روابط خانوادگیمون با این موضوع شخصی برخورد میکنین، ولی نیازی نیست برام پیدری کنین. حواسم بهت هست. آقای چلبی قربان. آی جان، این کت شلوار فروخته شده قربان. صبح میان دنبالش. میدونم. برید. خواهش میکنم آقایون اینجا دعوا نکنید. نترس، من نیتم دوستانه است. کت شلوار برای شلترهام خیلی قشنگه. تو از کجا میدونی؟ من خیلی چیزا میدونم آقای کیمبر. قبلا هم بهتون گفتم برادرای لیرم میشناسن. میدونم که قراره بیان به مسابقات چلترهام. از کلی پول حروم زنای زرنگ و اسبای تنبل میکنن. نه، اونا قصد دارن دفاتر شما رو غارت کنن، دفاتر شرط بندی. فکر کردی از پس گوریلی برنمیاد؟ این فقط یه هشدار دوستانه است، همین. تو چلتنهام میبینمتون. از تو جایگاه برات دست کن میده. اگه میای به مسابقات اون خدمتکار خوشگلت هم بیار. قبلا دعوتش کردم. گوش کنید رفقا، همونطور که میدونید دیگه حتی اینطوری جمع شدنم غیر قانونیه. طبق دستور سربازرس کمپل اجتماع بیش از 3 نفر ممنوع اعلام شده. پس برای اطاعت از قانون لطفا به گروه های 3 نفری تقسیم بشید. شنیدید بچه ها؟
این همون سوتیه که برای فرستادن ما به جبهه ازش استفاده میکردن. حالا سوت میزنن تا از هم جدامون کنن. پس قبل از اینکه مامورا برسن اینجا هر کی موافقه اعتصابه دستاشو ببره بالا. آره حالا متفرق شید و این پیامو به همه برسونید. اگه متحد باشیم هرگز شکست نمیخوریم. تامی، هی تامی، اینجا چه خبره؟ پلیس به اجتماعی تو کارخونه حمله کرد. به نظرت فردی تورن برگشته؟ میدونم برگشته، آیدان باشه. پیدا کردن تنها دختر برمینگام که پاشنای 4 اینچی داره نباید کار سختی باشه. با کمونیستاست. اونا همه جای شهر مخفیگاه داره. فقط میخوام بدونم کجاست. تامی بهتره با آرتورم صحبت کنم. آرتور دیگه چه مرگشه؟ دوباره حسابی رفته تو تنگی. مردم مدام سوالایی میکنن که جوابشون رو نمیدونم. راست میگن آیدای شما ازدواج کرد. میگم نمیدونم. حالا کجا زندگی میکنه؟ نمیدونم. آرتور کی اون ایرلندی بلک سوانو کشته؟ منم میگم کدوم ایرلندی؟ اونم میگم دزدی تفنگ‌ها از BSA کار نقابدارای شما بوده؟ کدوم تفنگ تامی؟ آرتور فکر کنم بعد از کتکی که خوردی به آرامش پرسیدم کدوم تفنگ تامی؟ آرتور میخواستم بهت بگم. میخواستی بهم بگی؟ آرتور گوش کن چی میگم. این چند سال گذشته خیلی بهت سخت گذشته، خدا شاهده. مستحق استراحتی. بخت در خونمونو زده، از آسمون افتاد تو دامنمون. تنها چیزی که باید بدونی اینه که مسلسل دست ماست و هیچ کاری از دست اونا بر نمیاد. هیچی. باور کن. بیا میخوام غافل گیرت کنم. پاشو. غافلگیری؟ کوش؟ تو همیشه چی میخواستی آرتور؟ وقتی که فرانسه بودی میگفتی وقتی برگردم انگلستان میخوام کافه خودم رو داشته باشم. خب دل نازک شدی تامی. از کجا میدونی فروشیه؟ اگه ما بخوایم فروشیه آرتور. این روزها خیلی پول در میاریم. باید یه کار کاسبی قانونی داشته باشیم که رد پولا رو گم کنیم. من این کارو بلد نیستم. تو 2/3 عمرتو تو همچین جایی گذروندی فقط به جای این که بخوری بری. ظرفی
ولی بازم میشه خورد دیگه، درسته؟ مال خودت، هر کاری میخوای بکن. Sorry, gentlemen. Didn't see you come in. What can I get you? When I hear my name, I wanna disappear. امان از بچه ها. اون یکیشم پنچره. بهتره با آقای کمپل توضیح بده. امروز یه دهنگشاد از اتحادیه باعث شد کارگرای بی‌عزه اعتصاب کنن. فردی تورن بود. مگه نگفته دیگه بر نمیگرده؟ میدونم برگشته، درستش میکنه. آقای کمپل فکر میکرد میتونی قلم رو تو کنترل کنی. آره، گفتم ترتیبشون میره. شنیدم فردی با خواهرت ازدواج کرده. عجب خونواده‌ای. ولی نمیتونی تا کریسمس معطل کنی. فردی تورن رو تحویل بده، وگرنه خواهرتو به خاطر همدستی میگیری. واسه شورش حداقل 4 سال براش میگیرم. مگه اینکه تحویلش بدی تا خواهرت آزاد باشه. خب شبت بخیر تا فردی تورن رو ندیدی؟ نه. تامی و چی؟ باید فردی رو پیدا کنم. اول اینو بخور. فکر کنم میخوان همدیگه رو بکشن. سب کن، کیا میخوان همدیگه رو بکشن؟ باید حرف بزنیم. تو دقیقاً دنبال چی هستی فردی؟ اومدم بهت بگم این کارا فایده ای نداره تامی. پالی اومد پیشم، اینو بهم داد. خب ولی حتما هیجان زده شده یا زیادی مست بوده. به خاطر صداقتت متشکرم، ولی اگه نمیخوای ازش استفاده کنی. هنوز تموم نشده. بشین بشین بشین. از تفنگا برام بگو. یادت میاد همینجا میپردیم تو آب تا ببینیم کی سریعتر شنا میکنه؟ من اومدم باید معامله کنم تامی. فکر میکنی بازم بتونیم بپریم؟ تو آیده رو با نامردی باردار کردی چون یه شلبیه. فکر کرده اینجوری واسه خودت کسی میشی. نمیذارم به خاطر هدفت زندگی خواهرمو خراب کنی. خدای من، واقعا اینطوری فکر میکنی؟ من دوستش دارم تامی. از وقتی 9 سالش بود و من 12 سالم. اونم دوستم داره. میدونی عشق یعنی چی؟ این ازدواج دوام نداره.
فردی پولتو قبول نکرد. حالا پلیسا میگن اگه فردی رو تحویل ندیم میان آیدرم بازداشت میکنن. دل رحمی این بلاها رو سر آدم گره. از حالا به بعد به روش من عمل میکنیم. وگرنه تامی در بازه. سرباز وظیفه ویست بنک قربان. راحت باش. خب از لندن چه خبر؟ تو یه کافه بودم به اسم مادر ردکپ، پاتوق ایلندی است. با یه پیرمرده درباره برمینگهام حرف میزدم. گفت خبرایی شده، یکی از جمهوری خواها رو کشتن. از کل حرفاش چیزی که یادمه اینه که فرماندهشون فکر میکنه کار گروه نقاب دارا بوده. با اولین کشتی اومدم اخطار بدم. حقیقت داره؟ نه، ولی دروغ سریعتر از حقیقت پخش میشه. بهشون پیغام برسون. بگو یه نفر برای مذاکره بفرستن. بگو سوء تفاهم شده، ما دنبال دردسر نیستیم. به اندازه کافی دردسر داری، درسته تامی؟ مشروب و دود. بوش تو هوا هست. خودم هم بعضی وقتا میکشم. بهش میگم عزیز دل. اونا بدترین کارو به ما سپردن. آره ما هم واسش داوطلب شدیم. بعضی وقت تمام شب همینجوریه. اینجا دراز میکشم و به صدای بیل و کلنگ گوش میدم. پشت اون دیوار دعا میکنم قبل از اینکه بریزن تو اتاق آفتاب به پنجره بتابه. نه دعا نمیکنم، امیدوارم. بعضی وقت پیش میاد که آفتاب زودتر در میاد
ولی اغلب اوقات خورشید از بیلا شکست میخوره. High up in the sky in my car, drifting down into the abattoir. You see what I see, dear? The air grows heavy. Listen to your breath, entwined together in this culture of death. Do you see what I see, dear? Slide on over here, let me give you a squeeze to avert this unholy evolution trajectory. Can you hear what I hear, babe? Does it make you feel? خواهرت اومده بود اینجا. نگران تو و فریدی بود. حالش به هم خورد. الان بهتره، ولی با توجه به شرایطش به آرامش نیاز داری. زنها حرف میزنن. آره کارشون همینه. از تو حرف زد. گفت همه چیز رو تو خودت میریزی. خب کار مردم همینه. خواهر خوبیه، دوستش دارم. حتما براش آسون نیست. برادر و شوهرش افتادن به جون هم. مردم باید حرف بزنن. با تو؟ چرا که نه؟ من پیش خدمتم، این کارمه. مردم همیشه مشکلاتشون رو با پیش خدمت در میان میذارن. تو و فریدی سر چی دارید میجنگید؟ فردا ساعت 9 صبح همینجا میبینه. لباس خریدی؟ بله لباس خریدم. چجوری؟ روغنش رو عوض کرد و یه دستی به سر گوشش کشیده. یعنی منو تا چلتل هم میرسونه کلی؟ از موتور خوب سر در میاره ولی خوشش نمیاد. ماشین دیدی قلب نداره، نمیشه باهاش حرف زد. آره شاید همین مجبور شه وسط راه فرار کنه. افراد لیت راه منتظرتن با افراد کیمبر. پلیس هم میان ولی برای حفظ قانون تامی. روشنش کن چارلی. این ماشین فقط 4 نفر جا دارن. اگه میخوای زنده برگردی بیشتر از اینا آدم میخوای. فقط منم و دخترم.
فقط ما دوتا میریم به مسابقات؟ آره یه همچی چیزی. خبردار. خیلی خوب، این آخرین جلسه توجیهی قبل از شروع عملیات. زمین مسابقات چلتنهام 60 مایلی اینجاست. جانی، مأموریت ما چیه پسر؟ که فک خانواده لی رو پیاده کنیم آرتور. درسته. افراد لی از زکای شرط بندی دزدی میکنن، کارمنداشون رو میزنن، هر چی دارن ولی امروز جلوشون رو میگیریم. پس افراد کیمبر چی؟ نمیتونن از خودشون محافظت کنن؟ کیمبر افرادشو لوس بار آورده. اونا از خانواده لی میترسن و خودشون رو قایم میکنن. به کیمبر نشون میدیم حفاظت یعنی چی. هرچی را دستتونه بردارید، فعلا به تفنگاتون دست نزنید مگه اینکه واسهتون هفتیر بکشن. میخوایم بی سر و صدا تمومش کنیم. پولش رو کی تقسیم میکنیم؟ تقسیم نمیکنیم، پولش رو نگه نمیداریم. شما دیگه اعضای ارتش تامی هستین بچه ها، فقط خونواده. بریم لطفا. مطمئنی اجازه داریم بریم داخل؟ ترجیح میدم از در پشتی وارد زمین مسابقات بشن، دردسرش کمتره. پیشت مسابقه خیلی بی‌درده کنم، حوصله اون همه خلافکار رو ندارم. از این طرف میرسیم شرط ببندیم؟ نه، شرط بندی کار احمقاست. از این طرف شانس آوردی با منه، وگرنه پول تو حرم نتایج از قبل تعیین شده میکرد. همیشه برام سوال بوده چطور نتیجه رو تعیین میکنه. من از کجا بدونم؟ خب باید منتظر مسابقه بعدی بشیم ببینیم چی میشه. حرف نزن. چی؟ به نگهبان بگو لیدی سردگن است. ببخشید لیدی سردگن از کانمارا. وقتی دنبال سوارکار اسبت میگشتی گم شدی. اسمش دنی فلاور. اگه درباره من پرسیدن بگو اهل پروسه و یک کلمه انگلیسی بلد نیست. خب دیگه خوشگل خانم، اون سه چوقو حلال کن. هنوزم گریسون رو ترجیح میدیم. بریم وسط. اگه ازم دعوت کنی Lady Sarah, Connemara, will you dance with me? Roberts, the Peaky Blinders are here. Told you, Mr. Kimber. He's got some balls, that one. And she's got some body, that one.
شنیدم با سخت زیاد گچ بخورد یکی 5 بود. حامله با شما باعث افتخاره. سلام راز، کار کاسبی چطوره؟ اونایی چه کسافت آشکار. تکو نخور راز، وگرنه همه گوشتو میبرم. ولی بهش احتیاج داری تا بشنفی. دیگه از بیلی کیمبر دزدی نکنید. خب اونا تحت حمایت ما. این پول دزدی رو به اسم گروه نقابداران ضبط میکنم. Either your left leg is stronger than your right or we're making a getaway. Neither. امیدوارم کارمون به تیغ و چاقو نکشه. فقط میخوام یکم پیشرفت کنم یه کار کاسبی قانونی راه بندازم. خدای من جدی میگی؟ من همیشه جدیم. تمام مسیر مسابقه دنبال گروه لی رفتیم تا خود جاده دوام تا پنی آخرشو پس گرفتیم. چه لباس خوشگلیه، تو کافه منم بپوشش. حتما بچه ها تشنه، کسی زخمی نشده؟ نه فقط چند تا خرش سردی. Look at Lady Sarah. Steady on. Excuse me. Jeff? پول شماست آقای کیمبر. Rescued from the Lee brothers and returned to you with a request for a fair hearing. Your own protection is failing, Mr. Kimber. Your boys are taking cuts. I want to suggest that from now on, you contract out your racetrack security to the Peaky Blinders. We'll be saving you a lot of money, Mr. Kimber. A lot of money. In return, you give us 5% of the take, and 3 legal betting pitches at every race meeting north of the River Severn, rising to 6 after 1 year if we are all satisfied with the service. What do you say, Mr. Kimber? I say you talk business to my accountant. I want to dance. Your man said it was all right for me to have this dance. How many men can you put in the field at one time? There's a lot of men out of work at the moment. 2 guards for every bookie. At every meeting? We have contacts with good people among the gypsies. We'll always know when the Lees plan to attack. With all the strikes and troubles, can't really depend on the police. Anyway, we're more honest. Looks like you two are making a deal. We are making progress. And let me throw a small condition into the mix. بشم برای شام میریم خونه آقای کیمبر. چند مایلی اینجا یه خونه داره، ولی من اول باید با حسابدارش صحبت کنم. پس تو باید با کیمبر باشی. فقط من اون؟ آره، تا وقتی کارم تموم بشه. اشکالی نداره؟
3 چوغ دیگه بابت اضافه کاریت میده. فکر کردی من کیم؟ هممون این کاری گریس. خیلی وقت از خیلی چیزامون میگذاریم. گفتی میخوای برای من کار کنی. برای این کار باید باهوشتر باشی. طبق قرار باید 2 ساعت باهاش باشی. به خیالش خیلی جذابه. فکر میکنه میتونه فریبت بده. هر وقت خواستی با لگد بزن ناکارش کن. من یکی از بندی قرار دادم. اگه میخوای تو سازمان من باشی باید فداکاری کنی. Do we have a deal? As a sweetener, you can try your luck with mine. Yeah, we have a deal. 2 hours? Yeah. Side bet, £10 is over fucked in one. Mademoiselle? گفت میتونید با من بشید، درسته؟ تا وقتی با دختر است قرارتون همینه مگه نه؟ شاید همراه تو این کاره باشه ولی من نیستم. قبل از آشناییمون کلاه دوز بودم، مستقل بودم. این کلاه خودم دوختم. کلاه دوز خوبی بودم. کلاه خیلی قشنگیه. راست میگم. دختری واقعا این کار است؟ راستشو بخوای نمیدونم چی کار است. You showed me up back there at the races. Why don't you teach me how to dance properly? Music's too slow. Put on a Charleston. Well, then we'd be far away. I want to dance like this. Come on, you weren't so stiff back there, were you? Hmm? You ever been in a house this big? Hmm? Hmm? Look at you. You look like a bloody film star. I want a cigarette. از دستم افتاد. برش دار. خودت برش دار. تا یه پیش خدمتی. اگه لیوان از دستم بیفته باید برش داری. زود برش دار ببینم. Right, you little slake. I tried something, right? Yeah? If I drop a glass on the floor, you bend over and fucking pick up the fucking glass. I'm coming. What? No. اینجا چی کار میکنی؟ هنوز 1 ساعت مونده. صبر کن. گوش کن. یه لحظه گوش بده. میخواستم بذارم این کارو بکنی ولی بعدش وجدانم اجازه نداد. ظاهرش فریبنده است ولی مریضه. آره، سفلیس. وقتی ازش خوشت اومد فکر کردم ازش استفاده کنم. یکی بهم گفت سفلیس داره. منم فکر کردم خب به درک. بذار به حساب حسن نیتم. به اون وضع درستی نداره. برو تو ماشین منتظرم باش. خودم میتونم برم. میشه دست بدیم و این اتفاق رو فراموش کنیم؟ امروز اولش لیدی سارای کانامارا بودم. آخرش یه زن خراب شدم که مریضه. You're a fucking bastard offering me like that. ولی بعد نظرت عوض شد.
نظرت عوض شد توماس؟ برای دانلود فیلم ها و سریال های دیگر به وبسایت زرفیلم مراجعه کنید. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships